بسم الله الرحمن الرحیم. درس ما و شما در مقدمه کتاب روان است. جمله اولی مقدمه کتاب خواندیم: اسأل الله الكریم رب العرش العظیم ان یتولاک فی الدنیا والآخره. مصنف رحمه الله سوال کرده بود از الله متعال و دعا کرده بود به کسی که در تلاش یاد گرفتن عقیده توحید الله متعال است. بهترین دعا را کرده بود که الله متعال رعایت و سرپرستی ما را بکنه، هم در دنیا هم در آخره. در دنیا به هدایت دادن، توفیق دادن در اعمال خیر و نیک و عقیده صحیح را نصیب کردن به کسی و او را در تمام افعال خیر توفیق دادن. این تولی یا دوستی الله متعال امرای بندی خود در دنیا است و یکی دوستی الله متعال امرای بندی خود در آخرت است، یا رعایت بندی خود در آخرت میکنه. در آخرت است که الله متعال تو را در جنت داخل میکنه و از عذاب نجات میدته و بعد از او نعمتای بر تو حاصل میشه که ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. به اون نعمت ها سرفراز می سازشه که اون نعمت ها نه چشم دیده و نه گوش شنیده و نه سر قلب بشر خطور کرده. امروز جمله دیگر که برای طالب علم یا کسی که توحید می آموزه برای زود دعا کرده: و ان یجعلک مبارکا اینما کنت. دعا کرده که الله متعال تو را بگردانه، تو که در طلب توحید الله متعال هستی، یعنی عقیده یکتاپرستی الله را فرا میگیری، الله تو را مبارک بگردانه. مبارک کی را میگه؟ برکت. برکت خیر کثیر را میگه. خیر کثیر، خیر کثیر، خیر خیلی زیاد. اینجا یکی مبارک است و یکی مبارک است. یکی را زیر داره و یکی را پیش داره. این اسم فاعل است، این اسم مفعول است. مبارک الله جل جلاله است، الله سبحانه و تعالی. مبارک بسیار اشیا مانند چی؟ قرآن کریم، باران، کعبه، درخت، تیل زیتون، روغن زیتون، به درخت زیتون مطابق نص باید چی بکنیم و غیره. عمر رسول الله صلی الله علیه و سلم. امی جمله را بحث میکنیم. مصنف رحمه الله برای طالب علم دعا کرد که تو را الله مبارک بگردانه، در تو برکت بندازه، در وجودی تو، در عملی تو، در عمری تو، در اولادی تو، در کار و روزگاری تو، در مالی تو. الله متعال در کلش برکت بندازه. چقدر دعای خیلی جامع است، چقدر دعای خیلی نیک است. تو را مبارک بگردانه. شخص مبارک نشست برخاست، گفتار کردارش همه فقط خیر رساندن برای مردم است. همه وجودی تو خیر میشه، همه وجودی تو نفع رسانی میشه که الله متعال تو را توفیق نصیب بکنه. مصنف برای طالب، یعنی کسی که طلب توحید میکنه، دعا را برش کرده. آلی برکت خو خیر کثیر میگه. خیر کثیر در عمر انسان. یک آدم خیلی عمر طولانی 100 ساله نداره. ما علمای داریم که عمرش 35 سال به اون طرف بالا نرفته، وفات کرده، اما آنقدر کتابای مفید نوشته کرده که تا روز قیامت او کتاب تدریس میشه و تعلیم میشه. الله متعال در عمرش برکت انداخته. نمونه بزرگ از او رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یکی از جمله خصوصیت های ممتاز پیغمبر صلی الله علیه و سلم که دشمنا او را تایید میکنه
و اعتراف کرده و یک زن غربی سری موضوع سری مسئله کتاب نوشته کرده. او عمر پیغمبر علیه السلام است، 23 سال عمر پیغمبر علیه السلام است، اما فتوحات و گسترش عقیده رسول الله صلی الله علیه و سلم آنقدر وسیع است و آنقدر زیاد است که یک کسی 230 سال عمر داشته باشه به این اندازه نخواد دعوتش گسترش پیدا بکنه، وسعت پیدا بکنه و یکی از دلایل حقانیت این دین است. عقیده حق و دعوت حق و دین حق همینطور است، با مجردی که آغاز پیدا میکنه یک دم انتشار پیدا میکنه. الحمدلله امروز مثال اصلیش ما و شما به چشم سر میبینیم، با وصفی که دشمنا چقدر تبلیغات میکنه. دعوت به سوی قرآن و سنت، نه تلویزیون داریم، نه رادیو داریم، نه مساجد در دست ماست، نه مراکز تعلیمی خیلی زیاد داریم، نه مدارس داریم. امیال فعلا ما انتها که کوشش کردیم در رمضان مبارک یا در زمستان یک دوره های تفسیر داریم و دروس مقطعی در حلقات داریم. دیگه اینطور مرکز تعلیمی بزرگ هم نداریم. اما الحمدلله اقبال و توجه و داخل شدن جوانا را میبینی در کدام سرعت است. این دلیل حقانیت که چی میباشه؟ یک دعوت حق میباشه. در اونجا هرقل که سوال میکرد از کسی که نزدیک قریش بود، از پیغمبر علیه السلام حالاتش پرسان میکرد. یکی رم سوال کرد که یزیدون ام ینقصون، این مردم زیاد شده روان است یا کم شده روان است؟ گفت نه، زیاد شده روان است. گروه حق همیشه زیاد میشه، کم نمیشه، ذوب نمیشه، مزمحل و از بین نمیره. و الله متعال توفیق نصیب میکنه به افرادش که سخت مقاومت میکنه. برادرای عوامی ما یک نفر است، کل قوم در مقابلش میخیزه، معلوماتی کافیم نداره، اما در مقابل علمای استاد میشه، میگه اینی کار من نمیکنم. یک برادر در جنازه پدر خود استاد شد، گفت من اسقاط نمیکنم، نیست در دین. ملا صاحبا قرار خود ای طرف کردن، دیگه توان نداشتن که بگویه که چرا به مردم بگویه که مردکه خو از دین انکار میکنه. چرا؟ به خاطری که حق است، حق خود واضح میکنه. با یک فرد عامی امی علما مقاومت و استادگی نتانستن که بگویه که نه خود دین است، ما ای رد میکرده نیستیم. چرا؟ به خاطری که اساس نداشت، سند نداشت. رسول الله صلی الله علیه و سلم 23 سال عمرش است، خیلی کم، اما فتوحاتش، اما گسترش دعوتش، اما شهرت اخلاقش، اما سیرتش، اما افرادی که میآید داخل این نظام الدین میشه چقدر است؟ در وقت کم عالی امپراتوری روم در او طرف، فارس در این طرف، یمن در او طرف، کلش در لرزه است. نمیتونه در مقابل گروه کوچکی که ظهور کرده مقاومت بکنه. گپی ما در برکت بود. الله متعال در 23 سال عمر رسول الله صلی الله علیه و سلم آنقدر برکت انداخته بود، خیر کثیر انداخته بود که در وقت کم به این مقدار خدمت دین شده. مثالش گفته مبارک کسی که برکت انداختنی است، ای الله متعال است. تبارک الذی بیده الملک، برکت دهنده ذاتی است که در یدی که لایق شان الله است. چی است؟ سلطه و پاچایی و حکمت است. و هو علی کل شیء قدیر، او بالای همه چیز قدرت داره. برکت انداختنی الله متعال است. چیزی که در او خیر کثیر باشه او را مبارک میگه. مثال دادیم قرآن کریم کتاب انزلناه الیک مبارک، این کتابی است الله متعال میگه بسیار عظیم و شان، قابل قدر، قابل عظمت که ما نازل کردیم. خود چطور کتاب است؟ مبارکون، یک دم خیر کثیر است.
کسی که با این کتاب رابطه پیدا کنه، تعلق خود پیدا بکنه، از هر نگاه که باشه تعلق تلاوت پیدا میکنه، فهم معنا و درس تعلیمش میکنه، احکامش تطبیق میکنه، دعوت به سوی کتاب الله میده، تدریس و تعلیم کتاب الله را میکنه، الله متعال و آدم برکت نصیب میکنه. و با چشم سر ما و شما مشاهده میکنیم که کسی خدمت قرآن کریم بکنه، الله متعال او را ذلیل نمیسازه. کتابی است الله دیش خیر کثیر گذاشته، یک حرفشه الف لام میم، سینی که الله متعال برات نوشته میکنه. زمانی که حلقه قرآن کریم باشه و شخص آمده باشه، هیچ اراده شنیدن هم نداشته باشه، اما در حلقه نشسته، الله متعال امر میکنه ملکه که مردم را برش اعلان بکو که یارم بخشیده. ملک پس به الله متعال میگه اینجا کسی هم هست که حتی نامده به اراده تعلم. گفتی مجلس، الله متعال میگه این مجلس اینطور مجلسی است که در این کسی شریک شده باشه هم نشینی از یا بدبخت نمیشه، هم نشینی از یا بدبخت نمیشه. مجلس قرآن نمیطور است. مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله، جمع نمیشه یک قوم در خانه از خانه های عبادت الله، الا نزلت علیهم السکینه، بالایشان اطمینان نازل میشه، سکون و آرامش در قلبشان پیدا میشه. سکینه و آرامش، قلبش مطمئن میشه. زمانی که تو را کسی بگه که قرآن اینطور فتوا داده، خلاص دیگه، گپ خلاص شد، باز متردد نیستی، باز شک و شکوک نداری. و غشیتهم الرحمه، رحمت یارا میپیچانه. در یک خانه از عبادات الله اگر یک قوم جمع میشه، مثل که آل ما و شما جمع میشیم، الله متعال میفرماید که سکون نازل میشه و رحمت فرا میگیره. و حفتهم الملائکه، یارا میپیچانه ملائک پایین میشه به استقبال تو، به تمجید تو، به مدح تو، به خوبی تو. خب به شرطی که با کتاب الله سروکاری داشته باشی. و ذکرهم الله فی من عنده، الله این مردم یاد میکنه در پیش او ملائکی که پیش الله متعال قرار داره، منزلت و مقام داره. قرآن مبارک شد یا نشد؟ مجلسش به کدام سرحد رسید؟ و ما در جمعه براتان گفته بودم که رمضان کدام برکت پیدا کرده از تعلقی کی نزول قرآن. شب قدر که عبادتش از 1000 ماه عبادت بهتر است از جهت مقارنت و پیوست بودن قرآن کریم. این برکت ها از قرآن پیدا شده. از این خاطر الله متعال در این برکت انداخته. این کتابی است که در این برکت است، خیر کثیر است. باران هم میبینی پایین میشه، زمین خشک است، آب و هوا را میبینی مردم خیلی تنگ آمده. وقتی که باران میباره زمین یک دم زنده میشه، گیاهای متنوع، گلهای متنوع، درختهای متنوع، همه چیزا یک دم زنده میشه. الله دیش برکت انداخته، همه چیز زنده میشه، نمو میکنه، سبب منفعت برای مخلوق و مردم میشه. الله در باران برکت انداخته. کعبه طواف از او عبادت است. کعبه بوسه کردن از او از کنجش عبادت است. کعبه ظهور صدا و ندای توحید از اونجا آغاز یافته. کعبه یک نماز در اونجا 1,00,000 نماز برابر است. الله دیش خیر کثیر انداخته، مبارک است. درخت زیتون، درختی که ام روغن است، برای خوراک به درد میخوره، ام برای مالیدن، ام برای سوختاندن، ام برای تداوی. کدام به هر چیزی که تو میخوایی زیتون به درد خوردنی هست. الله متعال دی برکت انداخته. معلوم شد که برکت امور میگه که خیر کثیرش به مخلوق میرسه، نفعش به مخلوق میرسه.
زمانی که در یک شخص در مالش خیر کثیر مردم باشه، در علمش خیر کثیر مردم باشه، در قوتش خیر کثیر مردم باشه، در عمرش خیر کثیر مردم باشه، او آدم مبارک است. اما تأسف در اینجاست امروز مبارک به پیر صاحبا گفته میشه. پیری که در خانقاه نشسته است مردم به سجده خود دعوت میده، به شرک دعوت میده، مردم بنده های خود جور کرده، نعوذ بالله، تحریف قرآن میکنه، میگه شریعت جداست، طریقت جدا است، او را مردم میگه مبارک. برکت از کجا شدی؟ نفعش به مردم رسید یا ضررش؟ ضرر عادی نه، ضرر مالی نه، ضرر دو دشنامی 4 دقیقه‌ای نه، ضرر دائمی جهنمی شدن که تو را مبتلا به نعوذ بالله شرک کرده و کل اعمال نیکی تو توسط این شرک مکمل از بین میره. مصنف رحمه الله کتاب قواعد اربعه را به خاطر نوشته کرده که ما و شما بشناسیم که شرک چی است، شرک بشناسیم که چی است و چه قسم انسان در کجا میرسانه. خیر اینطور مردم ها را چطور ما مبارک گفته میتونیم؟ چی برکت داره؟ مردم در گمراهی انداخته، یک حدیث رسول الله را برش تشریح کرده، یک آیت قرآن برش ترجمه کرده. امی دوستایی که همیشه در خانقاه ها سر زده، شما را به الله قسم خودتان انصاف بکنی، امی قدر عمر رفته کدام حدیث خوانده؟ درس قرآن خوانده؟ از دین چیزی را فرا گرفته با جز از اینکه سجده کنی، پسکایی حرکت کنی و پیر صاحب ملاقاتش همونطور نیسته. باید در دستت که پنجره بیدی در دستش پول باید موجود باشه و دستش هم بوسه بکنی و در خانه اگر آوردی خلاص دیگه، آلی دستش در دستشوی عادی نشوی، در کاسه چینی بشوی، آبی دستش بخو. اینطور مردم بر مبارک است. مبارک کی را میگه؟ بله، کسی که از کتاب الله دور زندگی میکنه اینمی حالش است. کسی که به الله بندگی نمیکنه اینمی بنده مخلوق جور میشه. الله متعال عمرش تباه میکنه، کل عمرش اینمی طور مصیبت است. مصنف رحمه الله با کسی که طلب درس میکنه دعای دیگر کرده و یجعلک مبارکا اینما کنت. الله تو را مبارک بگردانه، در وجودی تو نفع بگذاره، در علم تو نفع بگذاره، در مالی تو نفع بگذاره، در اولادی تو نفع بگذاره، در عمری تو نفع بگذاره که همیشه خیرت به مردم برسه. مرد مومن یا صفت مومن است که همیشه خیرش به کی برسه؟ همیشه یه احساس داشته باشی که خیر شما به مردم برسه، تمازی نداشته باشی که او بر ما چیزی بکنه. الید العلیا خیر من الید السفلا. دستی که بالا باشه که دهنده است این بهتر است از اون دستی که گرنده است. انسان تا تلاش بکنه، این صفت مومن است. مصنف رحمه الله میفهمه که شاگرد توحید باید این صفتا را پیدا بکنه، همیشه قدم برای خیر و نفع رساندن مردم بگذاره. این جمله بود انشاءالله. خلاص شد. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.